چی شد؟ میوه خریدی یوسف؟ بابا بذار برسم یه سلام علیک کنم بعد بساط مهمونی تو از من بپرس. آخه میدونم ارزه نداری یادت رفته بخری. از سر آقا بسته بود. گفت به جهنم که بسته بود. تو شعور نداری؟ آدم نیستی؟ نمیدونی من شب مهمون دارن؟ لعنت اون روزی که من به تو بله گفتم. تو چی به من میخورد آخه؟ منظورت چیه؟ من چمه؟ بس نیست. حواس پرتی بی ارزه‌ای. اون خانواده‌ت هم که همشون معتاد 2000 ان. خودت هم که گیج میفهمی؟ گیج. حرف دهن تو بفهم. به خانواده‌ام توهین نکن. همون خانواده‌ای که داری در موردش صحبت می‌کنی میگی معتادن، فهم و شعورشون از تو خیلی بیشتره. اینجا رو ببین. دقیقاً همون بابای معتادم. من امروز پول نداشتم، برای من پول زد که برم واسه شما میوه بخرم. اکبر آقا بسته بود. دقیقاً همون داداش 2000یم که شما میفرمایید رفت سر چهارراه واسه شما میوه بخره. به منم گفت برو خونه کمک زن داداش. واقعا خیلی برات متاسفم.